بر اثر فرآمدن ترمه در راه دوشنبه چناق 4 نفر کشته شدند. علیه روزنامه‌نگار رستم جانی در تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. بازداشت سرهنگ آژانسی مبارزه با مواد مخدر. دسته منتخب جودوی تاجیکستان عبارت از 13 نفر در مسابقه تاشکند اسلام 2023 قوه آزمایی می کند. بر اثر فرآمدن ترمه در عقبه شهرستان در راه دوشنبه چناق 4 نفر کشته شدند. حادثه دیروز 26 فوریه در 157 کیلومتری یگانه شاهراهی که جنوب و شمالی کشور را می‌پیوندد رخ داده است. طبق اطلاع شرکتی متعلق به دختر و داماد امام علی الرحمن، اینوویتیو راوت سالیوشنز که نگاه و بین این راه را به دوش دارد و از راهگذران پول می‌ستاند، 3 نفر در جای حادثه و 1 نفر در بیمارخانه جان باختند. یک مسافر دیگر را در بیمارخانه ناحیه شهرستان بستری کرده اند. جزئیات حادثه و شخصیت افراد فوت دیده تا حال معلوم نیست. این شرکت گفته است که بنابر فرآمدن ترمه رفت آمد در راه سمت دوشنبه خوجند محدود شده است. اینوویتیو راوت سالیوشنز با وجود ستانیدن مبلغ‌های هنگفت از گرانترین راه پلکی در جهان در نگاه و بین آن سهلنگاری می‌کند و در زمستان هفته نیست که این راه بسته نشود. زمستان امسال در تاجیکستان برف زیاد بارید و در پی آن ترمه فرایی هم رکورد شکنی دارد. بر اثر فرآمدن ترمه ها در یک ماه اخیر بیش از 20 نفر کشته شدند که اکثر آنها ساکنان شهر خارقی ولایت مختار کوهستانی بدخشان بودند. ترمه روز 15 فوریه در خارق 10 منزل زیست را خراب کرد. قربانیان این حادثه اکثرا زن و 3 نفر کودک بودند. علیه روزنامه‌نگار شناخته تاجیک رستم جانی در تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. در این باره رستم جانی در صفحه تلگرامیش خبر داده گفته است که مقامات تاجیک ما را زرخرید و افراطی اعلان کردند. خود خبرنگار باور دارد پرونده به ضد او برای تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان باز شده است. در مقامات تاجیکستان توسط پیوندانش به رستم جانی رسانیدند که به تاجیکستان برگردد و خود را به مقامات تسلیم کند. عذر خواهد و از راهی که انتخاب کرده است اظهار پشیمانی کند. مورد عفو قرار می گیرد. گفتند که ما 12 روز او را اینجا نگه می داریم و بعد می تواند به جای اقامتش برگردد. رستم جانی خودی حکومت را افراطی و نمایندگان آن در بدخشان را زرخرید دانسته می گوید این حکومت را افراطی شناختم و هر نماینده آن در بدخشان جز زرخرید نبودند. آنان برای یک اندیشه های خیالی کوچه های خاروخ و من را به خون آغشتند. سربازان و مسئولانی که گوش بریدند و سر زدند از دست رژیم جایزه گرفتند. اما رادیوی آزادی نوشت که از وزارت کارهای داخلی به این رسانه گفتند که اطلاع درباره باز شدن پرونده جنایی نسبت روزنامه‌نگار رستم جانی تصدیق نشد. رستم جانی مدیر پیشین رادیوی امروز و نشریه امروز نیوز که در پراگ به سر میبرد و قبلا در رادیوی آزادی هم کار کرده است، برخوردی حکومت را به تظاهرات و ناآرامی ها در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تنقید می کند. سرهنگ آژانسی نظارت دولتی مواد نشه‌آور نزد رئیس جمهور تاجیکستان نادر مرادزاده با اتهام قلابی و تلاش گرفتن پاره از نزدیکان یک گمانبر در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. طبق اطلاع رادیوی آزادی با استناد به منابعش در این آژانس و دادستانی، نادر مرادزاده سردار ریاست نظارت دولتی مواد نشه‌آور در ختلان روز 10 فوریه همراه با 4 زیردستش از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان بازداشت شده‌اند. مقامات رسما حادثه را شرح نمی‌دهند ولی به گفته منابع سرهنگ مرادزاده در تغییر پرونده یک قاچاقبر و گرفتن پاره در حجم بیش از 150,000 سامانی ایبدار می‌شود. او بر اساس ماده 247 قسم 4 کادکس جنایتی یعنی قلابی به مقدار مخصوصاً کلان ایبدار می‌شود. نظری نادر مرادزاده و نزدیکانش به این اتهام معلوم نیست. پرونده او و چند زیردستش را کمیته دولتی امنیتی ملی و دادستانی کل تحقیق دارند. یکی از منابع گفته است نادر مرادزاده در همکاری با کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی در ختلان یک قاچاقبر را بازداشت می‌کند.
و تفتیش پرونده آن را به دوش میگیرد، ولی برخلاف دلیل ها تلاش میکند تا او را از جوابگری رها سازد یا جرمش را کمتر نشان دهد. حالا نادر مرادزاده در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی در دوشنبه نگهداری می شود. ایبی که نسبت به او اعلان شده است از 94,000 سامانی تا بیش از 140,000 سامانی جریمه یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. معمولا در تاجیکستان اکثر منصبداران بازداشت شده با سپردن جریمه از جوابگری رها می شوند. دسته منتخبی جودوی تاجیکستان عبارت از 13 نفر در مسابقه تاشکند اسلام 2023 قوا آزمایی می کند. بنا به اطلاع مرکزی مطبوعاتی کمیته ملی المپی تاجیکستان، این مسابقه روزهای 3-5 مارس سال جاری در پایتخت ازبکستان برگزار می شود. به اطلاع منبع در این مسابقه اشتراک 384 کشتیگیر از جمله 205 مرد و 179 زن از 52 کشور جهان در نظر است. تاجیکستان را در تاشکند گرند اسلام 2023 13 کشتیگیر از جمله 2 زن نمایندگی می کنند. در این مسابقه به ورزشکارانی که مدال های طلا به دست می بیارند به هر کدام 5,000 یورو، برای جای دوم 3,000 یورو جایزه و برندگان مدال برنجی 1,500 یورو پیش بینی شده است.